به تعداد تمام انسان‌هایی که روی این کره خاکی زندگی می‌کنن فرم چشمی وجود داره و ما هم میتونیم به تعداد تک تک اونها افکت خلق بکنیم. اما خیلی خوبه که ما بتونیم به راحتی تشخیص بدیم که مشتری ما چه آناتومی چشمی داره و چه مپی مناسبش هست. پس با هم دیگه میریم و شروع میکنیم به آنالیز کردن انواع فرم‌های چشمی. اگر من بخوام خیلی ساده بهتون بگم که یک چشم بادومی چه شکلیه، بهتون میگم اندازه این دوتا گوشه داخلی چشمتون رو بگیرین و با یک چشمتون مقایسه بکنین. به عبارت دیگه اندازه یک چشم رو میگیریم و ما بین دوتا گوشه داخلی چشممون قرار میدیم. اگر برابر بود پس یک چشم نرمال داریم. یعنی چی؟ یعنی 3 تا چشم هم اندازه باید توی یک راستا و در صورت یک نفر باشه. اگر اینطوریه اون چشم نرمال بادومیه و شما میتونید از هر افکتی برش استفاده کنید. اما اگر این فاصله کمتر یا زیادتر باشه دیگه فرم شکل تغییر میکنه و ما باید افکت مخصوص خودش رو اجرا کنیم. اندازه یک چشم رو میگیریم و میاریم ما بین دو تا گوشه داخلی چشم قرار میدیم. اگر اون فاصله کمتر بود یعنی چی؟ یعنی اگر من یک چشم رو اندازه گرفتم آوردم این وسط گذاشتم ولی بازم راه داشت، پس اون چشم ها دور از همه. برای چشم هایی که دور از هم هستن میایم از افکت عروسکی استفاده میکنیم. فرضاً قرار بوده من برای چشمی که دور از هم هست افکت عروسکی با والیوم 2 بعدی کار بکنم. برای کسی که چشمهاش دور از همه قسمت‌های خارجی رو 2 بعدی و قسمت داخلی چشمش رو 3 بعدی یا 4 بعدی کار میکنم. دلیلش اینه که این قسمت‌ها پررنگ‌تر میشه و خطای دید ایجاد میکنه و مخاطب ذهنش میره به سمت گوشه‌های داخلی چشمش و اون دور از هم بودن دیگه به چشم نمیاد و این هنر اکستنشنه که ما این خطای دید رو ایجاد بکنیم. حالا اگر من اندازه یک چشم رو بگیرم بیارم وسط 2 تا چشم قرار بدم و ببینم که اون اندازه رفته وسطای 2 تا چشم مثلا قرار گرفته، یعنی یک چشم من خیلی بزرگتر از این فاصله میشه. به این تیپ چشم ها میگن چشم های نزدیک به هم. برای چشم هایی که نزدیک به هم هستند از افکت گربه‌ای استفاده میکنیم که این گوشه های خارجی تمرکز مخاطب رو به هم بزنه و خطای دید ایجاد بکنه و دیگه اون نزدیک بودن 2 تا چشم به نظر نیاد.